سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید. امروز درباره یک توصیه رئیس جمهور امام علی رحمان صحبت میکنیم که در آستانه رمضان گفت اوضاع در جهان بسیار خطرناک شده است و به وضع اقتصادی و قیمت آرد و روغن و خوراک تأثیری بد میگذارد. برای همین او به مردم توصیه داد ذخیره 2 ساله خوراک جمع کنند. خصوصا سال جاری برای اهل بشر از هر جهت و پیش از همه از لحاظ تأمینات با آذوقه‌واری سال وزنی‌ترین و دشوارترین می‌گردد. در رابطه با این بار دیگر تأکید می‌سازم که هر یک عائله در فکر تأمینات خاندان خود هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات و برای 2 سال ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی باشد. یک خبر از این پیام امام علی رحمان بخشیده به آغاز ماه رمضان یکی از بحث برانگیزترین خبرها در وبسایت رادیو آزادی شد. کاربران زیاد گفتند این توصیه را بارهاست میشنوند ولی راه حل دیگر چیز است و آن هم اصلاحات اقتصادی و مدیریت درست در نهادهای دولتی. شرح کاربر با نام جناب علی را از وبسایت رادیو آزادی میخوانیم که چنین گفته است: به 2 چیز خاتمه دادن به منفعت کار است. یکم به خرید و فروش منصب‌ها یا خیشتبارچگی در تعیین کادرها و یا محلگرایی. دوم به مونوپولی اقتصادی اولادی. این 2 چیز میتواند دولت را از بین برد. ما 29 سال در دولت خدمت میکنیم، بسیار چیزها رو میدونیم. در فیسبوک هم چنین شرح و نظر زیاد است و گروه زیادی از کاربران گفتند که اگر اقتصادی تاجیکستان درست مدیریت میشد مشکلات این گونه بالاروی قیمت‌ها پیش نمی آمد. شرح یکی از آنها را میخوانیم که با نام عبدالسلام سلاموف در صفحه ما گذاشته است. با گفتن کار اجرا نمی شود، کار کردن در کار. نخود ارد را از دیگر کشور خریم، زمین های گندم را می فروشند و خانه می سازند، گندمی ما نمی شود گفته. نخود یک کارخانه ارد ساخته نتوانیم. یکی دیگر از کاربران در کانال رادیو آزادی در تلگرام نوشته است که این عیب مقامات است که زوری گروه از مردم تاجیکستان به خریدن یک خلطه آرد هم نمیرسد. این کاربر که خود را مهینه نامیده است شرحی را با همین مضمون در کانال ما در تلگرام گذاشته است. مردم را تا کی فریب میکنید؟ ما 4 اینوالید داریم. من زن هستم، زورم نمیرسد، دستم به خوراندن آنها نمیرسد. یک خلطه آرد 330 سومانی شده است. از کجا میابیم؟ می برای 2 سخن میگوید، فکر میکنید تمام شکم خلق سیر شد و خلق شما رو فهمید. این صحبت ها در وبسایت رادیو آزادی نیز هست و کاربران از آن گفتند که خود مردم هم میداند باید در اندیشه آینده خویش باشد. و قول این کاربران اگر حق مردم را کسی نخورد آنها امکان پیدا میکنند ذخیره برای آینده داشته باشند. شرح کاربر در وبسایت ما با نام جبر دیده با همین مضمون است. به توصیه محترم پرزیدنت هم مردم خودشان میدونند که باید غم آیندهشان را خورند. اگر پول داشته باشند برای روزی مبادای خودشان میمونند، ولی افسوس که خود کارمندان دولت با هر بهانه از آنها پول میستونند و نمیمونند بیچاره ها برای 6 ماهشان هم ذخیره خوراک داشته باشند. یک کاربر دیگر در وبسایت ما نوشته است که اگر مقامات شرایط را برای صاحبکاری و تجارت فراهم کنند وضع اقتصادی خود به خود بهتر و احوال مردم خوبتر می شود. آنها امکان پیدا می کنند نه فقط غم فردا بلکه غم سالهای آینده اشان را بخورند. شرح این کاربر که خود را صاحبکار معرفی کرده است چنین است: البته گپی پرزیدنت بی منطق نیست. میخواهد گوید که آیندهتان را فکر کنید. امروز 3 طبق قرطام نخورید و پگاه گرسنه نگردید. ولی اگر یگان مشاور جناب این شرح من صاحبکار را میخواند به او رساند که مانند ما کار کنیم، با طمعجویی و پاره‌طلبی جان ما را به لبمون نآورند. مردم و ما ذخیره 3 ساله را خودمون بی توصیه کسی جمع میکنیم. شما چی نظر و یا ذخیره 2 ساله خوراک دارید؟ و ما نویسید در وبسایت ما که نشانش را اینجا میبینید یا در ویدیو ثبت کنید به شماره که میبینید از طریق واتساپ، وایبر و یا تلگرام بفرستید. آزادی آنلاین به پایان رسید. لایک ماندن از یادتان نرود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.